آشپزخونه من خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه خورش خوشمزه شمالی درست کنیم به اسم سیر قلیه که یکی از غذاهای اصیل و محبوب ما گیلانی هست. برای درست کردنش مرغ، لبه، برگ سیر تازه یا اگه نداریم مثل من از برگ سیر فریزری میتونید استفاده کنید، تخم مرغ، نمک و فلفل و زعفرون احتیاج داریم. خب پیاز رنده شده رو توی کمی روغن تفت میدم تا سبک و طلایی بشه. تیکه های مرغ رو که به دلخواه میتونید انتخاب بکنید اضافه میکنم، نمک، فلفل، زردچوبه و البته من کمی ادویه مرغ هم اضافه کردم. مواد رو خوب مخلوط میکنیم و مرغ رو با ادویه ها تفت میدیم. لبه رو که از قبل شستم و خیس دادم آبش رو خالی میکنم و به مرغ اضافه میکنم. بعد از اینکه یه تفته ریزی خورد آب جوش رو اضافه میکنم، درش رو میبندم و اجازه میدم که موادمون نیم پز بشه. تو این فاصله اگه برگ سیر تازه دارید بشورید، ریز خورد کنید و خوب سرخ کنید مثل سبزی قرمه. اگر هم مثل من ندارید، در دسترستون نیست، از برگ سیر سرخ شده فریزریتون استفاده کنید. زعفران ساییده شده رو بریزید توی خورشتون، یه همه ریزی بزنید تا با هم یه معاشرت جانانه‌ای داشته باشن و مزه هاشون به خورد هم بره. درش رو بذارید و اجازه بدید تا مواد پخته بشه. توی این فاصله 2 تا تخم مرغ رو توی کاسه بشکنید. میدونید که 99.9% غذاهای شمالی بدون تخم مرغ نمیشه. تخم مرغ زرده شده رو توی خورش بریزید و پخش کنید و بازم درش رو بذارید و اجازه بدین تخم مرغ بسته بشه. غذاتون آماده است. آبش میزون باشه که چرا که تخم مرغ آب زیادی از خودش رو به خودش جذب میکنه. غذای خوشمزه‌تون رو همراه با سیر ترشی و ترب میل کنید. نوش جونتون، دوستتون دارم.